این طرف قیل و قال روحانی، آن طرف یک نظام بحرانی. روبرو یک ولایت لرزان، بازمانده از آن جمارانی. برده از رو تمام قزوین را، سنگ پای حموم شمخانی. شاسکولی کرده حالت ما را، مهر و تسبیح گلپایگانی. هی به رهبر نگو که الدنگ است، روزخوان بوده گرچه و جانی. آفرین. هر که دستش رسید فحشی داد، شده از کشور موریتانی. در همین حال و روز وانفسا، می نویسم چنان که می دانی. می رویم رو به سمت ویرانی، ما ز دست جوان ایرانی. وای از این نظام و این ثمرش، آنچنان می زنند توی سرش. که بریزد تمام کرک و پرش، و در آید ز 6 جهت پدرش. چوب تحریم از قضا و قفا، می خورد چون چماق بر کمرش. آفرین. این ظریف هرچه دست و پا بزند، هی بزارد اروپا سر به سرش. عاقبت خسته می شود روزی، از همین کار مفت بی ثمرش. می زند توی کار دلالی، کاش بیاید یه روز هم خبرش. بعد 40 سال نظام خیر سرش، دم ندارد هنوز کره خرش. می رویم رو به سمت ویرانی، ما ز دست جوان ایرانی. این نظام زور قابلی بزند، یا به دریا اگر دلی بزند. یا برای گذار از این ایام، به سر خویش هر گلی بزند. می تواند نهایتاً تا 40 سالگی مانده و قلی بزند. یا اگر بیشتر هنر بکند، به سر و پاش آتلی بزند. برود چنان مسافرها، در همان حوض منزلی بزند. وای اگر پاس خارجی، وای اگر پاس خارجی توی دستشان هست گوژلی بزند. می رویم رو به سمت ویرانی، ما ز دست جوان ایران. ببخشید. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب.